آقا سلام. شاید در جریان باشی کریت ایگش هفته اخیر به بازی اضافه شده، ولی یه چیزی شاید خیلیاتون اکثرتون بهتر ندونی. اونم اینه که تو این کریت یه چیزی که هست دور سیوم به طور 90% گانو میده. حالا اینو برای چی میگه؟ بکنی من خودم دور سیوم گرفتم. حالا اینو برای چی میگم؟ برای اینکه خود من توی دو تا اکانت، دقیقاً دو اکانت، این گانو تو دور سیوم دقیق گرفتم. احمد لژند با اون احمد لژند بودنش اونم تو دور سیام گرفته. دو تا یوتیوبر دیگه هم دیدم که دقیقاً این گانو تو دور سیام گرفتن. یعنی کلاف کلا اومده یه جایزه برای پلیراش داده، به طور مخفی البته. حالا بریم یکی اتچمنت هم براش بچینیم. چند گذاشت نما. خب یه لحظه من اینو حساب اول کنی بابا. خب برای مازل میذاریم اویسی. برای برل میذاریم گریپر اویسی رنج، خیلی قوی. خود برای این هم که بذاریم اویسی یکم ADSش دوباره بره بالا. نه نو استوک بده. خب خب معلومه دیگه لارج. این هم برای لگدش. بیا یه هفته چند بدون لگد.